درباره شب معراج استاد، ما به این چیز ایمان داریم و میدونیم که پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم شب معراج سیر دوزخ و بهشت کردن. همین حالت یعنی که در چخیل همین حالت شد که حالا فرض کردیم قیامت نشده است که همین در کدام زمان با پیغمبر خدا دوزخ و بهشت نشان داده شد. در همینجا کمتر مشکلی است بر فهم ما. البته ما ایمان داریم، اما خوبتر میشد که شما ما رو اصلاح میکردید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله اسراء و معراج این بعدی وفات عمکشان ابو طالب و حضرت خدیجه رضی الله عنه به یک قول سال دهم پیغمبری، یعنی در سن 50 سالگیشان، به یک قول در سال 12 بعثت یعنی 52 سالگیشان، بعد وفات ابو طالب و حضرت خدیجه. بعضی مورخان عام الحزن، سال غمگینی میگویند. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به طایف سفر کردند. در طایف بعضی خویشاوندانشان بود به امیدی که شاید آنها دعوت پیامبر صلی الله علیه وسلم را پذیرند و دین مقدس اسلام را از شهر طایف به دنیا پهن کنند. وظیفه پیامبر صلی الله علیه وسلم پهن کردن دین مقدس اسلام بود و دیدن که در این 10 سال 12 سال در مکه امکانیت ندارد، خاصتا وقتی که عمکشان که بعد الله تعالی پشتیبان جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بودن از دنیا گذشتند. دیگر پیامبر صلی الله علیه وسلم به این خلاصه آمدن که از مکه اسلام را پهن کرده نمیشد. بنابراین به طایف رفتند. طایف هم قبول نکرد، بلکه پیامبر صلی الله علیه وسلم را سنگسار کردند و دعوت ایشان را قبول نکردند. لیکن در وقتی بازگشت یک نصرانی اسلام آورد و یک قبیله از جنها قرائت پیامبر صلی الله علیه وسلم را شنیده ایمان آورد. این یک نمودی تسلیت از جانب الله تعالی بود که اگر رفت و انسانها تو را قدر نکند، جنها قدر میکنند. و اینچنین حضرت جبریل فراموده گفتند که محمد اگر خواهی همین فرشته‌ای که موکل به کوه ها هست، 2 اخشبین، 2 کوهی که در بالای طایف است، بر بالای اهل طایف چپه میکنند. یعنی یگان مردم از اهل طایف زنده نمیمانند. و این جنایتی که نسبت پیامبر صلی الله علیه وسلم کردند. لیکن پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت نه، من اینا نمیخواهم، بلکه من امید میکنم که از صلب اینها فرزندای به دنیا تولد شود که الله تعالی رو یگانه پرستش کرده، به الله تعالی چیزی رو شریک نبیارد. دعای بد نکردند و به هلاک آنها راضی نشدند. واقعا دعوتگر باید همین خیل باشد، به امیدی اصلاح مردم باشد. همین که مردم او را گوش نکرد در حال دعای بد نکنند در حقشان، چون که وظیفه و اصلاح کردن مردم است. و این چون این جنها ایمان آوردن، غیر از اینکه ایمان آوردن با رفته دیگر جنها را دعوت کردن. سوره جن نازل شد. بعد این حادثه الله تعالی اسراء و معراج برای پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود. شبانه از مکه و بیت المقدس اول سفر کردند، سپس به بالای 7 قبت آسمان، یعنی الله تعالی یک سفری آسمانی تشکیل کرد. بعد این قدر غمگینی ها، این قدر مشقت ها، چون دیدن جنت و دوزخ ایمانی بنده را زیاد میکنه. بنابراین پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند که لو رأیتم ما رأیتو، اگر شما میدیدید آن چیزی که من دیدم، کمتر خنده میکردید و بسیارتر گریه میکردید و در جایگاه ها لذت برد و خواب نمیکردید و در بلندی ها برآمده تجأرون الی الله، به سوی الله تعالی مناجات میکردید. تجأرون با یک التماس و خاری و زاری. اگر آن چیزی که من میدانستید همین خیل میکردید. بعد صحابه گفتن که شما چرا دیدید یا رسول؟ اگر آن چیزی را که من دیدم شما میدیدید، گفته گپ میزدن. صحابه پرسیدن که شما چرا دیدید یا رسول الله؟ گفتن که رأیت الجنة و النار، من جنت و دوزخ را دیدم.
بعد اینکه به بالای 7 قبت آسمان برآمدند، ولی آنجا همراهی الله سبحانه و تعالی هم حرف زدند در علاهیدگی بدون یگان واسطه. پیشتر به واسطه جبریل خبر الله تعالی به پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسید و این شب باشد شب اسراء و معراج بدون یگان واسطه الله تعالی قطع گپ زدند، شنیدند فرمانهای الله تعالی را و این چنین جنت و دوزخ برایشان نشان داده شد. هیچ باکی ندارد که جنت و دوزخ پیش از قایم شدن قیامت نشان داده شود. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به جنت در آمدند، به جنت در آمدند، گفتند که یک قصر زیبایی را دیدم. گفتند و گفتم که این قصر کی است؟ گفتند که این قصر عمر بن الخطاب است. خواستم که در آمده یک قصری تو را بینم. گفتند ولیکن غیرتت را به خاطر آوردم، رشکت را به خاطر آوردم و ندار آمدم، چون که در داخل قصر، در هر قصر حوران بهشت است، چون که الک خانه حضرت عمر معلوم بود در جنت، از آن هم معلوم است. بعد حضرت عمر گریه کردند، گفتند که ابی که اغار یا رسول الله، مگر من به شما رشک میکنم یا رسول الله؟ گفته گریه کردند. آوازی پای افضال بلال را شنیدند. بلال گفتم من آواز پای افضالت را شنیدم، یعنی شیپ شیپ کرده راه گشتن حضرت بلال را از جنت ایستاده شنیدم. و این چیزا حقیقتا در بیداریشان واقع شدگی است. این یگان جای مشکل ندارد. بنابراین وقتی که آمده به اهل مکه خبر دادن که امشب من به آسمان دنیا یکم دوم تا هفتم برآمدم و به بالا برآمدم و هر کجایی که الله تعالی خواست و اینچنین به بیت المقدس رفتم، مشرکا خنده میکردن. به نزد ابوبکر آمده گفتن که دوستت دروغگویی را شروع کرد. گفتن چی میگوید؟ او گمان میکند که در یک شب همین قدر مسافه ها را طی کرده است. گفتن که من از این هم او را در مسافه دورتر تصدیق میکنم. در یک لحظه سوال را وقتی که میپرسید جوابش را نمیداند، در یک لحظه خبر میبیاد جواب میدهد. اگر گفته باشه راست گفته است. بنابراین حضرت ابوبکر صدیق میگفتند. بنابراین یگان مشکلی ندارد. الله تعالی در ابتدای قرآن وصف تقوادارها را بیان کرده، گفت که الذین یؤمنون بالغیب، تقوادارها بندگان نیک الله تعالی آنهایی که به غیب ایمان دارند. و این در سوره اسراء آمده است، در سوره نجم آمده است، اسراء و معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم، و در صحیح بخاری و مسلم ثابت است. بنابراین این چیزای عقیدوی هست، یعنی باید بنده به این چیزا ایمان بیارد و این حق است، یگان اشکال ندارد.